سلام و عرض خدمت شما میکنم بیننده های عزیز یوتیوب امار صمد. خدا کند که خوب باشید، شاد باشید. امروز ما آمدیم ولسوالی پغمان در زیارت چلتن که میگه این برنامه را امرای تعقیب کنید. کجا یوتیوب چینل ما را سابسکرایب نکردین حتما سابسکرایب کنین. زنده باشین، امرای ما باشین. این دسماله را برای خطر نظر میبرن که اونجا در دلشان یک چیزی باشه، خدا برشان برآورده کنه دیگه. دسماله و یک خورما و گرفته کدزی نخود از دکان میبرن همونجا به خاطر نظر. این جوانه که شما میبینین از ولایت کابل، از ولسوالی پغمان است. همینجا در زیارت چلتن خانهشان نزدیک، حویلیشان نزدیک است دیگه. اینجا این معلومات داره دیگه، پیدایش کردم بر شما به معلومات بده او خود معرفی کنه. تشکر. کجا خود معرفی کردین ایگوار؟ اینجا معرفی که خود اسم سمیولا است. سمیولا هستی؟ خب از کجای کابل؟ تو مکمل خود چیکو ایگوار صبر تو مکمل نامیخ بگو چی بگو مرکز بگو، نه کابل ولایت بگو، ولسوالی بگو او اینجا بالوی زیارت تبلیم است. اینجا نام ما سمیولا است، از ولسوالی پغمان، قریه چلتن. خب دیگه در برنامه سمیولا جان امرای ما است دیگه. معلومات شایم بر ما خاطرات بخیر کدما باشین، ما را تعقیب کنید. یالا خیلی چلتن است دیگه، دروازش بسته است، حکومت اجازه نمیده. مردم با دعا میبرن دیگه. زیر صندوق از غار است، اینمی چیزایی که است پیش میره غار است، یک جای بود غار پخش میشه دیگه، تیر شدن نمیتین. اینمی چیزا است دیگه. خب یعنی اینجا که اول بریم درون شویم غار است، زیاد پایین است اینجا تا شدید پانش غار است دیگه. خب یعنی انسان تو کیستاد بش روان نمیتونه، ششتکونی دیگه میری. ششتکونی دیگه میری. بس که اونجا بری چی هست اونجا؟ اینجا شکست صندوق پیش باز تو میدانی است دیگه، میدانی مردم میره تو اونجا دو غارشون پیش میره. خب میدانی است اونجا مردم به خاطر چی میره؟ به خاطر دعا میره، کن دعا مومی. اونجا چی موجود است؟ اونجا چیز صندوق شینجا است. اونجا متمرد صندوق چی است؟ در صندوق دیگه 40 تن است دیگه. 40 تن انسان هست. خب سرایشان هم است یا نه؟ سرایش تنها دیگه. تنها سرایشان است یعنی 40 تن میگه. اینجا مردم به خاطر دعا میاد چی برایش میاره؟ هر چیز برای نخود، برای دستمال، برای بسته میگن. این چیزایی که میاره اینجا بسته میگن. خب همین نخود و کشمش و چیزا به خاطر چی میاره؟ یعنی به خاطر مراد داشته باشیم اینجا توزیعش میگن. همین شام هم به خاطر مراد میاره. شام داخلش به در میگن. خب چه افراد میای اینجا برای زیارت؟ یالا قانون دیگه وقت میومده روز چهارشنبه خوب بیرون بار میشد. روز چهارشنبه اینجا مردم به خاطر تفریح خودم میاین. یالا قانون دیگه، یالا یا تا سه تا دیگه قانون نفری. خب یه تو یک کیسه شبریم بگو که تبال دل مراد کسی پورا شده باشی، از خانواده، از یک کسی، از خودت یا از دیگه کسی. تو کیسه شبریم بگو. قصه دیگه برای ما دیگه معلوم برای سرایون معلوم است. یه همو جایش هسته یعنی کلکنش و دروازش که بود بند بود. از طرف مسئولین امنیتی ایجا را بند کرده، رفت آمد را بند کرده، نمیفهمم که چرا. خو خیر دیگه بعضم از کلکن کم معلوم میشه ایرایش. ما به ایرایش بر شما نشان بدیم. امرای ما باشین. تشکر.
بیننده های عزیز، اینجا یک دیگه حاجی صاحب است از اینجا زلکش نزدیک خانهش نزدیک است. کم معلومات از این میپرسیم، کم معلوماتی بر شما میته کدما باشین. تشکر، زنده باشین محترم حاجی صاحب. خود معرفی کنین به بیننده های عزیز. اسم عبدالمتین از باشنده از قلعه‌نو چلتن هستم. تشکر، زنده باشین. اگه میشه او برخش خود یک دیگه دوستی ما بر ما تشریح داد، امی طرفش شما تشریح بدین که اینی که از لنگرخانه میگن. لنگرخانه مردم می آمدن میشیشتن مجلس میکردن و میشیشتن. لنگرخانه چای میخوردن، نان میخوردن. وقتی که اینجا زیارت میامدن. بله. سیست، تشکر، زنده باشی. حاجی صاحب محترم، میریم بالا کمی افتاوم بگیریم. درست. منجا اما یک کیسه زیرم بکنین بریم میکنیم انشالله که بیننده های عزیز ما خوش خواهد شده. درست. مهربانی. این دوستا سر زیارت بلندش بامش آمادیم بخیر. اینجا مردم به خاطر مراد میایه. دیگه کسیش از دان حاجی صاحب بشنویم. مهربانی حاجی صاحب. این زیارت چلتن از بسیار دورانهای انگلیس بود و در دوران انگلیس یا جنگ میکردن باز یا همینجا پیش بریم. همین چیزم بازی یا می آمدن همینجا وقتی که در انگلیس جنگ میکردن ای تنها کلاش نبوده، تنهاشون جنگ میکردن. بازی که کدام نفر انگلیس برادر که میبینه که کلاشون نیست و تنهاشون جنگ میکنن، البته در موقعات علمی که چیزی گپ دقاتشون میشه ای دفعتا نمی تنها مفته. ای تنها مفته ای غار است. کلا اینجا هست اما تنهاش معلوم نیست که کجا رفته. باز اینجا مرقد است که چندان کلا است، پیشش تخت سلیمان پیغمبر است که سلیمان پیغمبر می آمد اونجا اگان وقت قسم میکرد که نفرهای خود که دیدگاه خود و این غار که هست نامعلوم است تا کدام اندازه رفته. در دوران روسا ما بسیار دیر یکان تقریبا یک نفر داخل از این غار شده بودیم. جای داره، میتونه امکان داره تا 2 ساعت 3 ساعت 4 ساعتی که داخل غار داخل شدیم. 4 ساعت یعنی الای 5 ساعت وقت میگیره تا غار که درو میشیم. خود مرقد که هست نزدیک است که 2 دقیقه 1 دقیقه است اما غار طولانی است. غار طولانی. اینجا مرقد است، با اونجا تخت سلیمان پیغمبر است، بعد میتونه صوف رفته دیگه. عین صوف. بدبختانه که ما آمدیم اسکندر که زیارت چلتن ببینیم، متاسفانه که امر بالمعروف والا از طرف حکومت کابل جای بند شده، نمیتوانیم که بریم. دروازه رو محکم کردن و حتی ولدن کردن، نمیمونه که کسی بیاین بشینن. خیرش دیگه، بس خیر که هر وقت وا شد باز میایم که معلومات همه جای به خیر بگیریم. اینجا مردم به خاطر چی برایش میآیه؟ این به خاطر نه که مثال کسی اولاد نداشته باشه، یک مثال یک تعویض میگیرن، جن مرگی ما مردم میگه اولاداشون مرگی داشته باشن، اون مرگی میگیرن، میان اینجا بند میگیرن به خاطر اولاد یا کدام مرضی که داشته باشه، هم تفلکار کالایش میکشن دم پشت مرقد میدن، باز او رو سرای دیگه میبرن خانه خود. چه چیزایی اینجا برایش میاره برای زیارت؟ اینجا برای مردم بخش میکنن یا نه؟ امین خود و نخود نه مار، گوسپند، سابق گاو میکشتن، گوسپند میکشتن، مرغ میآوردن حلال میکردن، حلوا پخته میکردن دیگه.
اینی چیزا رو می آوردن. این بسیار بیروبار روزای چهارشنبه حتی از 2000 1000 زن سیاست رفته فلزافتر می آمدن. اینجا اونجا کشتارگاهش بود، اونجا گوسفند حلال میکرد، دل مرغ حلال میکرد. خدا ما را برای زریعت می آورده. خدا ما را داده بود، خدا تو طفل داده بود، اولاد بچه داده بود، می آمدین یک دونه گوسفند ذبح میکردی، گوشتش با مردم خیرات میکردی. خب یعنی که به او آدم آمد که مرادش نصیب میشه. مرادش نصیب. او تو یک صبرم بکو که تبال از نزدیکیت از خودکیت از خودت که مراد خواسته باشی برات داده. ساعتی ساعت از خانم بچه ما دختر میشد اما بچه نمیشد. از اینجا بردیم بند بردیم در گردنش انداختیم. حتی از غزنی از وردک از هر جا میان اینجا، حتی از مزار میان مردم مزار. حال فعلا امر بالمعروف نمیمانه، اما مردم مزار قندار ایران اینجا بسیار مردم های لوی کلان مردم ها می آمدن روزای چهارشنبه روزای یکشنبه. بس خدا بچه برش داد. بله. خب شکر هزار بار که بس بچه برش داد و کنم دیگه ما هم یک مراد میکنیم برش. خدا برآورده خدا مراد کلگی را حاصل میکنه. بسیاری جوانان بسیاری مثل خودت باره که حتی زن نداشته باشن بیاین نمیشه بند میگیره که جلتر اول با خدا خود دربار خود ما شما چی میکنیم با زیاد چلتن دعا میکنه که امی اولیاء است که بس ما یک میایم برش یک زیارت میکنیم یک دعا میکنیم و هم بر ما دعا میکنیم. درست. بازی چلتن که بود سابق همی 40 کلا بود همیجا بود. باز کدام سیاست گرفته بود یک دانه کلا رو برده بود خانه خود. پشهی دری پشهی میگن اینجا برده بودن. بازی کلا دا ما کندو میگیم کندوی کار دا داخلشون دادی. دی کلا دم کندو مانده بود. یک وقت شب میبینن که از موجا همی کلا میخزه میایم همیجا. پس اینجا آزم میشه. بازی میسی و 9 دانه دیگه ازی بازی را نمیمانن. داخل مرقد اگر حال آخر دروازه محکم است میرین و یک دانه کلا علایده است صندوق کدگی و 39 کلی دیگه یک دوی علایده کدگی است. دیگه شما معلومات کردن که توی کلر برده بود یا به خاطر برده بود که طفلش یا مرگی داشت یا مریض بوده که اونو هر روز اینجا نیامد با توسط از این یک ذره آرام میشد. گفته که تا که هر روز اینجا نیایم یک دانه کلر رو ببرم. والا بیخی جالب است. بیخی ای که آواز یاد سرد است. خب بازم ما میریم پایین یک چند تا دیگه نفرات پیدا میکنیم و راشن مصاحبه میکنیم. تشکر از حاجی صاحب که امرای ما هست در این برنامه. مهربانی حاجی صاحب. اینجا دوستای عزیز به نام کاکاشیر یک حاجی صاحب کدما شیشته امرای ما در برنامه اشتراک کرده. دیگه کم مجالسی و پرسونای زیارت از حاجی صاحب کاکاشیر خواد کردیم. سلام علیکم کاکاشیر. خوب هستی؟ خوب. شکر زنده باشه. مهربانی یک دفعه خود معرفی کنین بعد از او کسی زیارت بکنین. ما کاکاشیر در این منطقه چلتن زندگی میکنیم. خانه و دیگه ما آمد اینجاست. خود درباره زیارت چیزی که شما سوال کنین ما باید انشالله جواب بدیم. امی زیارت چطور جور شد اینجا؟ چه که سالا میشه که هم اینجا هسته؟ ولی زیارت خب بسیار سابقه در حساب خود زیارت قدر معلومات نداریم. مگم تقریبا پدرکلانای ما که میراتم نام داشت از منطقه عربستان بود. در این منطقه که آمده و همون مجاور یاده زیارت بود. از اونمو پشت ما هستیم. پیش رفتم یعنی تقریبا 700 سال پیش دیگه یا زیارت که هستی خود از 700 سال
پیش است. ما دیگه در اون حساب معلومات نداریم و معلوماتی که ما دیدیم پدرها قصه کردن دیگه اونمو را به حساب 700 سال پیش است. خب دیگه همه کسی زیر زیارت هم بکنه که چطور برزی چلتن میگه چرا ریشن چلتن میگه حساب چلتن که میگن اینا خب 40 کلا است. 40 کلا است. تنش نیست کلاش همیشه است. در وقت سابق در وقت میراتم یا از او پایینتر و بالاتر همینطور در مرور صفحه بود در مرور صفحه ماندگی بود. بازی با مرور زمان چون اینجا سیاست‌ها زیاد می آمدن و مراجعین زیاد داشت اذیت میکرد یاره باز صندوق برش گرفتن 4 طرف صندوق شد و همونجا محکم شدن که باش تو که اذیت نشن. دیگه هر قسم مرض مثلا اینجا هر قسم مرض اینجا انشاءالله که آمدن جور شدن صحت شدن رفتن. حتی کسی که با پای خود نامد ازیش که خارج شده به اون پای خود رفتن. دیگه کرامات دیگه اولی اولا حق است دیگه ما خود خاک اولیاء هست بالکل خیر هستیشم والا زنده باشی. ای تو یک چیزی بر ما بگی که تو رو برو دیده باشی که مرادش حاصل شده باشه شدم یا از خیشایتی از خودتی از آبادتی از اینجا خب کسی دیگه منطقه تابال نشده مگر مردمی که از دور آمدن از ولایت ها و مثلا از دیگه جا بار دیدیم به چشم خود همیشه که آمدن پس از اینسو به بسیار مشکلات داخل شدن از اینسو جوست مصرف. از این مردمی که اینجا بر زیارت می آین چه خواست دارین که باید یا چه کار بکنن که زیارت اشغال نشه و کچره نگیره جای باش چی یک برنامه برشان داری؟ باید چی کنن جوانای انسانای مردا که می آین؟ والا کسانی که می خب باید میشه نظافت باید مراعات کنن. بسیاری از طبقه و ناس می اینجا اما کالایشون خود مندازن چادر مندازن لباس جان خود مندازن کثیف میشه من هم وزارت ازت میشه و هم یعنی میاره به اون سبب اون طالبات در روزشون محکم کنن به خاطر یعنی میگه که کثیف میشه مردار میشه نظافت باید مراعات کنن. زنده باشین. متنای عزیز شما کاکاشیر را دیدین که خوب معلومات جالب بر ما داد. از تشکر میکنیم. زنده باشه حاجی صاحب محترم. تشکر. یه بخش چایش هسته که اینجا مردم میای به خاطر وضو گرفتن تا به زیارت برن. میبینیم که او داره یا نداره. او داره. همه که هست مسجد چلتن است که همینجا در بغلش یک مسجد هم جور شده برای نماز خواندن که میبریم دروازهش واخد باشه. بیننده های عزیز دیگه پروگرام ما اینجا خاتمه میگیره. در بل خبرونی چې زه بلال مسلم ستاسو درانه حضور ته حاضرېږم. ماته اجازه راکړئ. د الله په امان، د خدای په امان، د یو سوکاله اباد افغانستان په هیله.